دوستان عزیز، تلویزیون 40 اینچ مارشال برای من آمده. مادی آنتنش شکسته. حالا اگه فیش لیم خورد داری دم دست که خوبه، اگه نه اگه تعمیرکاری از شاسی قدیمی داری فیش مادیش قشنگ میتونی دریاری با رو همین لیم کنی. حالا مراحلش هم براتون میذارم. خب فیش مادی که آماده کردی، این زمان مشکنه یک خار توییه. خار میتونی با قویه ورش داری. باید حواست باشه سینگایی قل چیزی که فوت میکنی داخل نره. پمپ در کش میکشی بهتره. پمپ خرابه. خب این مغزی شکسته که در آوردی، این اندازه‌ش میگیری که دوباره این دومه که داره بیاد از تو خود این در بیاد. حالا برابر میکنی. اگه دیدی کوتاهه برعکسش میکنی. این خمیدگیره برعکس میکنی که کامل بیاد بیرون دیگه، چون اون داخل هم به جای اتصال نکنه. چون اگه اتصال کنه اتصال کوتاه آنتن میشه دیگه، شبکات بد میگیره. بش هم ثابت نگهش میداری لعی بشه میکنی دیگه تا میتونی دورش گرما میدی لعی میگیره. بعض از دوستان اگه هویهاش ضعیف هم میتونی با هیتر یا فندک بگیری سفتش کنی. و قشنگ قلخور بشه که بچسبه. متاسفانه شرکت ها اینا رو خوب پرس نمیکنن. با دستگاه مزنه، دستگاه هم یک حالت نقطه جوشه، یه ذره جوش میخوره. هم مغزی رو قشنگ جوش میدی، هم بدنه رو. یا بدنه باید از جور پرجوش بشه، اگه نه نگه نمیداره. خب دوستان، بعد از اینکه دور تا دور جوش دادی، دور تا دور جوش خورد، یک نظافتی هم میکنه که پلیسه میلیسه نمونده باشه. دورش نظافت میکنی کلی، بری به مراحل تست دیگه. و قشنگ این مغزی نباید به بدن اتصال کنه. زمانی که مادی به حساب هستش دو تیکه دیگه، نه یکی میاد این اینجا لیم میشه، یکی هم که بدنه. مغزی هیچ وقت به بدن نباید اتصال داشته باشه، چون اگه لحیم زیاد بریزی یا خوب جوش کنی نکنی، نگاه باید دور تا دور قشنگ جوش بده، اینو کارخانه ببندی. این سوکت پنل هم حواست باشه که اینجا نقطه داره، روی هم سفیدیه، این هم چپه نزنه. یه بنده خدای باز کرده بود، همین چپه زده بود، برده تیکان سوخته بود. یا خطکش پنل آسیب میرسونه. سر رشته ندارن اصلا تلویزیون رو باز نکنن. اگر هم تا حدودی آشنایی داری باز کن، اگر اصلا دست نزن که دیگه
مشکل دار میشه. حالا تلویزیون ما راسته میکنم برای تست. مادی آنتنش تعویض کردم، حالا میرم برای تست. دوستان اینم تست نهایی چلنج مارشال که برای شکستگی فیش آنتن بود. اینا اگر همزمان کنده میشه دستکاری نکنن هزینه خاصی نداره. یک فیش مادی مخاط روش میده حالا 300-400 تومن اجرت ببرید. در ضمن موفقیت لایک و کامنت یادتان نره دوستان.